همیشه این چالش بین کسایی که تازه میخوان برنامه نویسی رو یاد بگیرن وجود داره که میگن آیا ارزششو داره که بریم آموزشگاه و برنامه نویسی رو به صورت حضوری یاد بگیری، یا اینکه بهتره از دوره‌های آنلاین استفاده کنیم و از توی خونه یادگیریمون رو شروع کنیم. من تجربه هر دوی اینا رو دارم و میخوام درباره تجربه خودم از آموزشگاه رفتن صحبت کنم. سلام دوستان، وقت شما بخیر. محمد رضا هستم، برنامه نویس. همونطور که گفتم میخوام از تجربه خودم از یادگیری برنامه نویسی توی آموزشگاه و به صورت حضوری صحبت کنم. اما خیلی ازتون عذر میخوام چون نمیتونم اسم اون آموزشگاه رو بگم، چون شاید راضی نباشن و خوششون نیاد. من سال 96 که شروع به یادگیری برنامه نویسی کردم، خیلی به این در اون در میزدم تا ببینم بهترین راه برای یادگیری برنامه نویسی چیه. واسه همین به خودم گفتم بگردم و ببینم بهترین آموزشگاه برنامه نویسی توی تهران چه آموزشگاهیه و شروع کردم به سرچ کردم و چند تا آموزشگاه پیدا کردم و از بین اون چند تا آموزشگاه یک کدومشون رو انتخاب کردم. اون آموزشگاه دوره‌های مقدماتی و پیشرفته برنامه نویسی داشت و من تصمیم گرفتم برای دوره مقدماتی شرکت کنم. اما مشکلی که وجود داشت، شهریه اون دوره 600,000 تومان بود که اون موقع 600,000 تومان برای من پول زیادی بود و به راحتی نمیتونستم تأمینش کنم. اما به خودم گفتم رضا، تو که تصمیمتو گرفتی و میخوای برنامه نویس بشی، پس باید برای این تصمیمت هزینه کنی، برای رسیدن به اون چیزی که میخوای هزینه کنی. پس تلاشمو کردم و هر جور شده اون 600,000 تومان رو جور کردم و داخل اون دوره ثبت نام کردم. اون دوره فکر میکنم 12 جلسه بود که توی هر هفته یک جلسه برگزار میشد و هر جلسه حدوداً 4 ساعت بود. بالاخره روز اول فرا رسید و من رفتم آموزشگاه که شروع کنم به یادگیری. وارد آموزشگاه شدم، وارد کلاس شدم، نشستم. راستشو بخواین اون روز اول خیلی خورد تو ذوقم، چون فکر میکردم آموزشگاه برنامه نویسی اینجوریه که شما الان وارد آموزشگاه میشی، برای هر نفر شیک و مجلسی یه دونه سیستم خفن گذاشتن و شما میشینی پشت سیستم و شروع میکنی به کد زدن. اما اینطوری نبود. یه آموزشگاه خیلی کوچیک بود و چند تا سیستم همینجوری داشت و به هر 2 یا 3 نفر یه سیستم میرسید و عملاً کار خاصی با سیستم ما نمیتونستیم انجام بدیم. و یه استاد داشتیم، استاد می‌نشست سیستمش رو روشن می‌کرد و اسکرینش رو با ویدیو پروژکتور مینداخت روی دیوار و ما می‌دیدیم که استاد داره کد میزنه. اگه تا اینجای ویدیو رو پسندیدی لایکش کن و اگه به برنامه نویسی هم علاقه‌مندی این کانال رو حتما سابسکرایب. ما هم تنها کاری که ازمون برمی اومد نوت برداشتن بود. هر از گاهی هم که یه سوالی برامون پیش می اومد میپرسیدیم و استادمون هم جواب میداد. استاد شروع کرده بود به آموزش HTML و CSS و همینجوری تگ ها و استایل ها رو میگفت و میرفت جلو و یادش بخیر استادمون هم خیلی شوق و بامزه بود و کلی سر کلاس و به ما خوش میگذشت و میخندیدیم و HTML و CSS رو تموم کرد و بعدش استاد رفت سراغ آموزش جاوا اسکریپت. چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که استاد وقتی میخواست جاوا اسکریپت رو درس بده همون اول رفت سراغ استفاده کردن از jQuery و من که قبلا یه مطالعه داشتم میدونستم که همون اول نباید با jQuery شروع کنه و باید جاوا اسکریپت رو به ما یاد بده و بعد که یه دیدی به جاوا اسکریپت پیدا کردیم بعد بره سراغ استفاده از jQuery. اما این اتفاق نیفتاد و از همون لحظه اول شروع کرد به استفاده کردن از jQuery و توجیهش هم این بود که من میخوام شما رو برای بازار کار آماده کنم. به خاطر همین خیلی سرفصل‌ها رو رعایت نمی‌کرد و همینجوری میرفت جلو و کد میزد و توضیح میداد. چیزی که توی کلاس منو خیلی اذیت میکرد سوالایی بود که بچه‌ها میپرسیدن که از نظر من سوالای ابتدایی بود، اما استاد مجبور بود به تک تک اون سوالها جواب بده و براشون وقت بذاره. مثلا استاد داشت درباره سلکتورها توی jQuery صحبت میکرد یا با یکی از بچه‌ها درباره پلیس هولدر تگ اینپوت HTML سوال میکرد و کلاً مسیر کلاس رو منحرف میکرد. یکی از معایب یادگیری حضوری اینه که قطعا سر اون کلاس سطح
یادگیری همه یکسان نیست و شاید بعضی از دانشجوها یه مسئله رو دیرتر متوجه بشن و دیرتر براشون جا بیفته و شما احساس کنی که مسیرت داری جا میمونی به خاطر اینکه بچه‌ها یه موضوعی که شما متوجه شدی و متوجه نشدن و استاد مجبوره برای اون موضوع بیشتر وقت بذاره و وقت کلاس تلف میشه و شما احساس میکنی که واقعا داری عقب میافتی. من اون موقع که میرفتم کلاس خب 1 روز در هفته فقط میرفتم کلاس، بقیه روزا رو که تو خونه بودم از دوره‌های آنلاین استفاده میکردم، از همین یوتیوب و سایت‌های آموزش برنامه نویسی و سطح خودم رو بالاتر می‌بردم. بالاخره دوره مقدماتی تموم شد و من یه 2 تا 4 تا کردم و دیدم هر چیزی که یاد گرفتم بابت زمانی بوده که من توی خونه گذاشتم، نه اون زمانی که با شدن رفتم آموزشگاه. اما یه اتفاق عجیب افتاد. من برای دوره پیشرفته هم ثبت نام کردم. شاید تعجب کنید و از من بپرسید با وجود این معایبی که گفتم چرا بازم همون اشتباه همون تکرار کردم و رفتم داخل دوره پیشرفته ثبت نام کردم. اما من یه دلیل خیلی خوب برای این کار داشتم. دلیلم این بود که آموزشگاه رفتن به من انگیزه میداد و اعتماد به نفسم میبرد بالا. همونطور که گفتم من توی خونه هم برای یادگیری برنامه نویسی وقت میذاشتم و تمرین میکردم و کد میزدم. همین باعث شده بود من پیشرفت خیلی خوبی کنم و توی کلاس از بقیه بچه‌ها یه سر و گردن بالاتر باشم و این واقعاً به من انگیزه و اعتماد به نفس میداد و اون افکار منفی و محدود کننده‌ای که توی ذهنم بود و به من میگفت همه چی رو میدونن ولی تو نمیدونی، یا همه از تو جلوترن و تو شاید نتونی برنامه‌نویس خوبی بشی، از ذهنم کلا رفته بود بیرون و این تأثیر آموزشگاه رفتن بود. چون توی اون آموزشگاه من یکی از تاپ استودنت های کلاس بودم و خیلی از بچه‌ها میومدن سوالاشون از من میپرسیدن و اعتماد به نفسم روز به روز میرفت بالاتر. به خاطر همین بود که برای دوره پیشرفته‌ام ثبت نام کردم. دوره پیشرفته‌ام تمام شد و اتفاق خاصی نیفتاد. دوباره چیز زیادی از اون کلاس یاد نگرفتم و هر چی که پیشرفت کردم رو مدیون تمریناتی بودم که توی خونه میکردم که روز به روز تایمش بیشتر میشد و چون من انگیزه و علاقم به این زمینه زیاد میشد وقت بیشتری رو برای یادگیری اختصاص میدادم و اون آموزشگاه رفتن از لحاظ فنی خیلی به کار من نیومد و تنها خاصیتی که برای من داشت همون انگیزه و اعتماد به نفسی بود که داخل من به وجود آورد که بسیار چیز مهمیه. دوستان اینجوری هم فکر نکنید که حتما باید برید آموزشگاه یه مدرکی یه دفتر دستکی بگیرین و بخواید برید دنبال کار، چون برای کار پیدا کردن شما نیاز به هیچ مدرکی ندارید و صرفاً اگه نیروی متخصصی باشید میتونید به راحتی کار پیدا کنید. و نهایتاً بعد از 8 یا 10 ماه من تونستم شغلی که داشتم رو رها کنم و برم برنامه‌نویس بشم. همین پروسه رها کردن شغل فعلی و مشغول شدن توی شغلی که دوستش دارید خودش یه پروسه زمانبری هستش و قطعا یه چالش بزرگی شاید باشه توی زندگیتون. توی این ویدیو که اینجا گذاشتم درباره این صحبت کردم که من چجوری شغلی که دوستش نداشتم رو رها کردم و رفتم برنامه نویس شدم. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما ببینید چون شاید به کار شما بیاد و شما هم بتونید شغلی که دوستش ندارید رو رها کنید و برید برنامه نویس بشید. ارادت.